мо ният дорем ки онҳоро хурсанд кунем. از کوچه های خاطرم می آیی. چخه شما سلامتون است؟ السلام علیکم خورم شو چخه؟ نه چیزی بخوانده که دوست اینو؟ ازم من خواب ترق ترق بازی ها؟ یک بار اولین جان؟ سانی من؟ سانی خورم شو گرون دادی که؟ یک تا کنتیک باشه دا یاکی تکندی شما که بگرون میتی؟ ترسد ساده آزاده جوان زنان میخوانی از عنوان کودکی دمیربگ از استادانشان پرسان میشود. همین دسته که در رو میقاپیدند و سوی خود میکشیدند و وارد همین مکتب میشدند. در همینجا از صنف 5 تا صنف 9 استادشان رحمت. زندگی با پیش یاران می روند، در شماری به شماران می روند. سلام بیننده عزیز، سلام به همانی که ما رو از هر گوشه و کنار دنیا هر وقت تماشا میکنید. الان قرار داریم ما در یک مکانی که میتوان گفت اینجا عالمی کودکان است و سنه 1 ایون که همه ساله در کشور ما روزی کودکان قید کرده می شود و ما تصمیم گرفتیم که باید در این روزی بینویت فرح بخش برای کودکان باید کودکان و نورسان همصحبت شویم که توانسته باشیم لحظه صحبتی از عالم کودکیشان داشته باشیم و بسیار فکر کردیم که با کدام کودکان با کدام نورسان میتوانیم همصحبت شویم. بالاخره به خلاصه آمدیم که باید در این روز ما با فرزندان شادروان دمیربگ اونیموف همصحبت شویم. باید قید کرد که شادروان دمیربگ اونیموف دارای 3 فرزند و از این خاطر ما خواستیم که یک لحظه با آنها هم صحبت شویم و نمیدونم این صحبتی ما تا کدام اندازه آنها رو میتواند خرسند کند، ولی به هر صورت ما حرکت داریم، ما تصمیم داریم، ما نیت داریم که آنها رو خرسند کنیم. دوستان الان باشد ما قرار داریم در خوجند بوستانی و خود حاضر رهسپار شدنی هستیم با زادگاهی دمیربگ اونیموف ناحیه دیوشتیچ سابق غونچی و تمامی کودکان رو با ایدشون از صمیم قلب از فرصت مناسب استفاده برده تبریک و تهنیت می‌نمایم. رفتیم. این محله که ما قرار داریم اغل اپا نام دارد و بایدم گفت که در همین محله یک سال زمان دمیربگ اونیموف دوتاز داشتند بازی میکردند و آوان کودکشون در همین محله گذشته است. امروز باشد ما به خاطر خرسند و خوشنود نمودن کودکان شادروان دمیربگ اونیموف اینجا حاضر شدیم، چون دیدید ما تنها نیستیم و من در آغاز میگویم التماس هم میکنم که پایان نوار هرچی ننویسید، زیرا مقصد اساسی ما فقط و فقط یک لحظه شاد نمودن جگربندان دمیربگ اونیموف. ما به خانه‌شان میرویم. رفتیم. دوستان عزیز، همین خانه دمیربگ اونیموف تپش دلم خیلی در اوج، ولی من حرکت میکنم که خودم رو به دست گیرم، خودم رو اداره کرده توانم و حرکت میکنیم که با خرسندی فرزندان دمیربگ اونیموف همین برنامه‌مون به پایان رسد. السلام علیکم. اولین جان چشم سلامتون است؟
Assalomu alaykum. Xurramsho chiqing. Shumonas, salomatton aст? Ustod, assalomu alaykum. Ustod aziz shumonas, salomatton aст? Durustayid? Барои қабул раҳмат. Саломат бошед. Дӯстони азиз, дар паҳлӯи ман гуфта метавонам ки ояндагони миллати тоҷик, ҷигарбандони ҳамин хонадон Олимҷон ва Хуррамшоҳ. Ба ҳардуи шумо ассалому алайкум. Олимҷон, Хуррамшоҳ иққадар ҷиддӣ намешинем имрӯз. Ман озод шинед кани? Ана беҳтарин. Олимҷон, аввал як саломи шумо ба онҳое ки моро тамошо карда истодан. Асалом. Боз чӣ? Хуш омадед. Хуш омадем мо? Бале. Ба онҳо тамошои хуш. Бале. Беҳтар. Хуррамшоҳ, шумоям бо овози баланд. Кани як бор ассалом гӯед? Асалом. Бо як бор. Асалом. Ва алайкум ассалом. Хуб, Олимҷон, табатон чӣ гуна аст? Таба. Настрини шумо чӣ хел? Нағз. баъди тамошои мана ҳардуи инҳо каме бошад ҳам настринитон нақ шудме? Бале. Ана, саломат бошед. Ба ҳардуяшон раҳмат гӯед, қафои мо рост истодиянд. Раҳмат. Саломат бошед. Дӯстон, суҳбати ин лаҳзинаи мо дуру дароз намегардад. Мо суҳбати кӯтоҳ доири кӯдакӣ анамин ду наврасон ҳамсуҳбат мешавем. Олимҷон, медонед ман шуморо аз YouTube тамошо кардам. خیلی خورسند شدم. ترانه بچگیم. امروز با ما کم کم ترانه هم میخونه ده؟ بله. خب پیش از ترانه از شما طلب کردن بیایید درباره مکتبتون حرف زنیم. من مکتب تمام شده ایستاده هستن. صنف چندم رو تمام کردید؟ صنف چهارم بود. ماه سپتامبر اگر نصیب باشد صنف 5. بله. کدام فن بیشتر با اولیمجون معقول باشد؟ بله. خورمشو؟ کدام فن ها مرا؟ متماتیک باز چی؟ زبان مادری. اولیمجون اساساً بهاهای چند میگرفته که باشن گویم مثلا برای من شوق‌آور؟ بهاهای 5-4. میگیرم. بعضی بهایی 3 هم؟ نه. یکم بار. نه. اگر رفت تو مثلا معلمه اولیمجون گویند که اولیمجون همین روز تو به درس اینقدر تیار نبودی بیا من به تو 3 میمونم. چیکار میکنه؟ چیکار؟ گیره؟ نه. یکم بار گفتید که معلم جون التماس همین روز با من بهایی 3 نمونید. من فردا نقص‌تر تیار خوبتر تیار شده میبیام. گفتم؟ چند بار؟ 3 بار. خورمشو شما نه با مکتب میروید همین خیل؟ خب تیاری ها با مکتب چی خیل؟ مثلا من میروم بهایی 5 میگیرم. نه. تیاری ها نقصه؟ بله. خب اولیمجون چی کاره میشود؟ پروگرامیست. پروکرور میشود. انیق؟ اولیمجون برای پروکرور شدن چی کار کردن نکن؟ گپ گوش کردن نکن، خوندن نکن. گپ گوش کردن نکن با چی؟ خوندن در کار. بهترین یک تا سرود خونیم؟ کدام؟ فرق ندارد. کدام سرودی که شما خواهید هر دو میخونیم. منم همراه میشم. آمدی گل بسرو گل ببرو گل بقدم آمدی سر بدری خانه اولیمجون بیدی خیر میکنیم. نترسیده شرم نداشته با آوازی بلند رفتیم از اول. آمدی گل بسرو گل ببرو گل بقدم آمدی سر بدری خانه در وسط زدم آمدی سوی منی زار ترق بار نشد دل تو با دل من هیچ هم آواز نشد چی بناز تو از آن راهی دراز آمده ای
تو از آن راهی دراز آه چی بناز آمده ای چی بناز چی بناز چی بناز آمده ای هم خیلی بود می؟ خطا کدام من طرزی درستش چی بناز چی بناز تو از آن راهی دراز آمده ای تو از آن راهی دراز آه چی بناز آمده ای بهترین کی سرود مول میدونه اولیم جان یا خرمشامه اولیم جانه شو چند ترانه میدونید کنی ای دو اولیم جان چی یک پنج یک پنج شش تا همه خیلی در این محله آشناها هست می چند تا 10 تا زیاد بهترینش از همه زورش کدومیش مراد جان یعنی مراد جان با یک تا سلامی اولیم جان مرحبا یک تا سلامی گرم جوشون سلام باز چی دستی عزیزم از اول بازی مراد جان افتیدن مراد جان باید تماشا کدوسید یکی نگو که ای اولیم جان همین می سلام نگونو سلامی گرم جوشون زور کرده سلام دوستی عزیزم باز چی من همیشه با تو هستم من همیشه با تو هستم و خوشحال میشم سلامت باشه اولیم جان در دل چی آرزو هست در دل خیالاتون چیکار کنه پراکرام شدم که از همه زیر شدم از همه انسانی زور شویده بله دیگر سرود میخونیم شما همراه میشیده خرمشو چوبه ما همراه اولیم جان میخونیم شما همراه نمیشید مالش ما هر دومون میخونیم اولیم جان رفتیم کدومش رو خونیم دیگرش از کوچه های خاطرم می آیی در چهرت یک عالمی زیبایی دل ساده آزاده جوان زنان می خوانی افسانه ها از عالمی رویایی از کوچه های خاطرم می آیی در چهرت یک عالمی زیبایی دل ساده آزاده جولان زنان می خوانی افسانه ها از عالمی رویایی لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم کی زور خون خرمشو خودتون گوید کی زور خون من می اولیم جان نه اکو همین جبه هم خیشتا باری ها اینجا من در کوچه با آشناها زیاد افتید که چی بازی ها میکنید تون چی بازی ها هست بسیار تا شیربون فوتبال شیربون خرمشو شیربون بازی میکند باز چیه باز چی باز اولیم جان فقط فوتبال بازی میکنه خرمشو فقط شیربون نه باز چی بازی قپا چی خیلی یعنی ما وقتی خورد بودیم غیزان میگفتن خیلی یعنی که از خفوی یک نفر غیزاندن نه زاغان برای من شوق‌آور زمانی که من نوراس بودم کودک بودم این گونه بازی نبود خب چه خیلی بازی بود زاغان چرا گفته که تو ها دیدید اکنات پیش میکنند دیگه نامای بازی ها هم تا رفت دیگر شده زمانی که ما خورد بودیم در خوجند این بازی رو غیزان میگفتن من حاضر زاغان شده است با یگانش نامش نو شده گیمی منه علی من
با انیمو Aha. رسمی شوک Rus shavak. Aha. Ki bisyortan mara mesha. من I? Chua. من نمیدونم خب زمانی که ما خورد بودیم این بازی نام داشت قوقو. قوقو میگفتیم در خوجان. شما چی گفتید حاضر؟ روس شوک. من از فوتبال بازون گویم کی های میشناسید شما؟ من مسی مسی. من رونالدو رونالدینیو یا رونالدو؟ رونالدو رونالدو. شما مخلصی رونالدو. شما مخلصی؟ مسی کدومش زور؟ مسی رونالدو خورم شما رونالدو زور می یا میسی می؟ رونالدو رونالدو زور ها؟ اولین جان لیکی من همین وقت طرفی خورم شو چی بگوی؟ من هم مخلصی رونالدو. ایچی می؟ شما مخلصی کی؟ یا با آیه هم پسی مالشه؟ شما مخلصی کی؟ میسی و نه شما دو کس تو شما چی؟ رونالدو همون سه کس دی بار بی مولا خورم شو مومول رونالدو زورا مخلصوی میسی اما خفه نشوی تونو ما مخلصی رونالدو خورم شو خونتون به رسمی رونالدو هست می؟ نه در کار می اومم من گرام بیام می؟ هم کی به؟ نمیدونم یا صورتی میسی بیارم رونالدو رونالدوی بیارم ها؟ فرمی مسی فرمی میسی هست می شما به؟ مسی انی من مسی انی شما نه میسی اکو من به مسی گرام داده اینو گرام دادگی شما به؟ نه بابام اکون گفتگی ها اکوشم یکون چی گرام بیتی همی یکون؟ یکون بور یکون چی گرام داده همی؟ یا بار جنبه ها یا بار پیتنی kimse o grom داد ها من گرام داده هم گفتگی نبوده همی سونی؟ نه یا با پیچینی گرام دادگی بوده نه؟ yakte پیتنی کنتی اولیم جا چی گرام نمیتی چما؟ گرام جان نگفتاست چند بخیلی که داستی نه؟ این خودشو یکون چی گرام دادگی به شما به؟ یکون باری چی گرام دادگی شما نه با اینجوری میگن که یک کنتی گرام دادگی بود بیدی ما اشمو خفه شدم از طرفی اولیم جان یک بار یک کنتی گرام دادی چما با همون هم شما گرام دادگی ها؟ گرام دادگی کو؟ یک کنتی باشه دا yakte kondik شما که گرام میتید؟ kim kay بدز yak ne بعد از یک ماه چی گرام میتید؟ hiç ne این؟ بعد یک ماه گرام میتید یکون چی؟ چی گفته پسید هیچی نه همین خیلی میشه هیچی گرام نداده میشه همین اولیم جان ne بید ما خدا ما یکون چیزی زور وعده تیم زی گرام میتیم خورم شوبه زی بید هدمون مسئولیت میکنیم زی گرام میتیم زی گرام تیم ما بعدی یک ماه گفته نمیشنیم خورم شوبه در کارشت پگه گرام میتیم çok grom dedim توردا تورد گوید من حوزی اولیم جا حوزی گرام میتیم تورده ne خلاص çok ne شما سالتون زی خورم شو barre بره سالی اولیم جان چی؟ koyak ای؟ یا مسخره نمیکنید می؟ ne یکم ما مسخره منم گم می سالی من مثلا ارزیدنی مسخره کردن ده موش چی ها؟ موش هایم وای کو بچی نقص کو ها؟ başçı gonde فیلم میتاسونه؟ آزو خودش موش ها همش همه خوش دیگه بچه های فیلای تاسون داست اما موش تاسیدن نکو ma almış ne metarsa سالی بچه هشتی زید palang چیگه؟ palang شما یکم با خانو جنگ نمیکنی تو می؟ ne دروغ گفتاسی نه؟ ne مثلا ما مایده بودیم من ده بازی جنگ میکردم ona kötü عوام کدی؟ avatan ki عوام یعنی که از من کلام akatan ki نی اکم نیستی اما یک تیپسا o apatan ki ها افهم کدی şunu ki şunu
اول گفتازید؟ اول میگوییم ما اسم اصلا چیزی گفتن نکن خورم شو اپا گفتم؟ اپا گفتن نکن اصلا میروز اپا میگم او کوش چیزی میگه دادم اوکو؟ او کوش او کو میگه نه بهترین بیتون با یک تا سرود خونیم با سوی صحبت میکنیم کدام سرود دلارانم دلارانم باز چی تمام گلاندامم دلارم سیادی دلم باشی نمام دامم بلان خونین خورم شو اثرش رفته دلارانم هم نمام دامم سیادی دلم باشی نمام دامم تمام همینجا سرود تمام شد دیگه انا با موری ها میگم که اشوله دورم دراز سرود دورم دراز این همینجا تمام شد دیگه این سرود نه حقانیشه میخی خب خودمو خونیم یک تا اولیم جان یک تا خودمو حدمو زورشه کدام میشه لحظه هایی خودم شما دیگه سرود نمیدونید میدونم شما حاضی ما و اولیم من اولیم جان و مشاهده دوستی خیلی فقط همین سرود کردی اولیم جان کدام سرود کدام سرود کدام میشه میدونید دخیل با حاضی گفتید که ما یه عقل میدونم گفته ها یه عقل گفتید چند تا گفتم 10 تا گفتید می نه چند تا 8 می نه 3 تا سه تا نه ها چند تا یک 5 یک 5 و 1 6 میشه نه 6 و 1 چند میشه یک 6 یک اولیم جان یاردم 5 ندید 6 و 1 هم 5 میشه بله دیست 7 و 1 چی 7 یک 8 شما یاردم ندید انا 8 و 2 چی 8 2 نه 8 و 2 9 میشه میروز نویسته گیرن همه 8 و 2 9 میشه ها 10 نمیشه نه نه پیش 10 بودگی ها بله دیست پیش 8 و 2 10 بودگی حاضر 9 شدگی وای خب اولیم جان سرود میخونیم می یا نمیخونیم می موج جنون مزند اشکی پریشانی کیست لاله بدیل میزند خنجه اشکی پریشانی کیست خنجریش نبود ها؟ نه من خطا کردم میبخشید کنی اثرش گوید اولیم جان میدونید میمینه چه؟ کنی دوای اثر من موج سه موج جنون میزند اشکی پریشانی کیست لاله بدیل میخند ایستا شما بیکار نیستا یک دقیقه اولیم جان ما سرود خونیم اینا دستشون اخی کنن چخیل میشه منه شروع میشه نه کنی منه رفتیم موج جنون میزند اشکی پریشانی کیست لاله بدیل میخلد بسمیل میجگانی کیست بسمیل میجگانی کیست دوامش نیست این سرودم همین قدر کمکه من قدر اولیم جان مثلا با معنی ما فهمیدیم ترخ شما چی خوشتون هست که خورم شما موهایم کوید موهایم خنده کنیم چی با خنده کنیم مثلا من میخوام که وقتی شما خنده کنم اولین جا آدم موهایم خنده که در ما دکور کن چیزی با خنده که دوست اینو ترق بازی ها ترق بازی نیست که بازی خیلی بازی انداز هست می؟ حسن خیلی بازی هم میکنی تو می؟ من میکنم شما میکنی نه؟ ترق کیم کدی؟ یک دختر ای؟
خودش برام نمیگه. همه خیلی بازی هم که میشه آدم یک تا خودش که بازی میکنه میشه داری مونده مثلا ترک پاک. از یه اندازی چی کنی؟ چخیک نه خیزید از جاتون خیزید یعنی رفته چخیک میشه ترک پاک. پاکی ترک پاکی هم میشه این بازی نامی؟ ایزی بیایید. اینو که صورت میگیرید یک تا خورم شو؟ چند تا صورت میگیرید؟ 25,000 تا. 25,000 ما چند روز اینجا ایستاده ما دکار شما 25,000 تا صورت میگیرید 200 روز. 200 روز ما در همین خونه می ایستیم اجازه ده؟ زیق شده سونی موی قبلا نمیکنید می؟ زیق شده موی قبلا نمیکنید می؟ نه. انا امروز خورمشو امروز روزی کودکو میدونید نه؟ انیق شما هم میدونید امروز روزی کودکو بله. بیتون اخی میکنیم یک بار اولیم جان استید خورمشو یک بار اولیم جان سونی من سونی خورمشو هممو با نوبت همه کودکوی تبریک میکنیم حالش کنی اکی سر میکنیم اولیم جان می؟ آشما. چو اما؟ شما هم خوش. منم خوشه شما با مایلش همه کودکان رو با ایدشان از صمیم قلب تبریک و تهنیت می نماییم یعنی اولیم جان نوبت شما من خوش نه. این کودکان را با ایدی کودکان تبریک می نمایم در سال 2022. من نه. بیدر ای ما آدم رو تبریک دیم مسئلیت میخی بود کو کنی خورمشو میتونید کنی ابو خیزید خورمشو بیت من هم میخیزم اختم ای چوه ما یردم میتیم نه. همه شما ایدتون کردی تبریک گوید؟ چوه؟ نمیدونم. با جوی خورمشو خودتون با یکتا تبریک میکنید اولیم جان خورمشو چوه؟ من با جوی خورمشو من تبریک کنم میشن می؟ با جوی شما؟ کنی رفتیم من خورمشو اولیموف اشتیده که من تبریک کنم با جوی شما معنیش می؟ من خورمشو اولیموف همه شما رو با ازگر من خورمشو اولیموف همه کودکان رو با ایدشون تبریک میکنم میشد میخواد کده؟ نه. نمیشد نه. خیلی تبریکی خورمشو رو از نام ما قبول کنه معنیش؟ کنی خورمشو اولیم جون همین شیرینی حاضر حسی همو پاره میکنیم میبوریم معنیش می؟ کی یکم میبوره؟ خورمشو تبریک نکده نو؟ نقص تبریک دیگه هم میبوره کی میبوره؟ من. اولیم جون بورا هیچی می؟ نه. چی بر؟ بید اولیم جون بورا همین یک بار اولیم جون بورا؟ بله. روزی ها؟ پیش از بوریدن یک بار دیگه تبریک کنیم اید مبارک باشد کودکان گوید اید مبارک باشد کودکان. انا خورمشو زور کده میگودن با کنی رفتیم اید مبارک باشد کودکان گوید ازگه چی ازگه اید مبارک باشد کودکان منه کودکان ایدتون مبارک باشد کودکان ایدتون مبارک باشد خورم شما ما حدی خدا ما بریم اولیم جان کنی منم کنی خورم شو ما خدا ما بریم چی می؟ بی شما شما کنی ها؟ کنی ها کودکان ایدتون مبارک باشد کودکان ایدتون مبارک باشد نگاه کنی کودکان ایدتون مبارک باشد کودکان ایدتون مبارک باشد انا کنی شما قرص زنی تو نه اولینه همه تیار می کنی دستی من قاپید شما هم خورم شو کنی اولینه کنی یک دو سه قرصک انا گیریم می نشه نه یا ایستاد می بیدون چمی هم بریم یکتون چمی هم
Dastini qabid. Qarsa. дар 8 соли таҷрибаи кориам гуфта метавонам ки суҳбате ки имрӯз мо бо фарзандони Дамирбек Олимов оростем мушкилтарин суҳбат буд барои ман. ба он хотире ки хеле маро тарс, ҳаяҷон фаро мегирифт ки яке ягон саволи ноҷо надиҳам, яке ягон сухани ноҷо нагӯям. бовар мекунед шахсан барои ман хеле мушкил буд. ва имрӯз мо хостем ки дар кадр бо дигар аъзоёни Дамирбек Олимов ба мисоли падарашон, модарашон суҳбате надошта бошем. зеро медонам ки барои онҳо хеле мушкил аст. мо беҳтар донистем ки ба ҳамон мактабе ки як солу замон Дамирбек Олимов мехонданд ҳозир шавем. шояд инҷо устодони Дамирбек Олимовро пайдо мекунем. агар ки пайдо кардем аз овони кӯдакии Дамирбек аз устодонашон пурсон мешавем. ва ин мактаб мактаби рақами 16-и ноҳияи Деваштиҷ аст. мо меравем. як давру замон ҳамин дастаки дарро меқапиданду сӯи худ мекашиданд ва вориди ҳамин мактаб мешуданд. ассалому алайкум. ваънива шумонаст. саломатон арз ме нороҳат нагадоси мешумо бахшиш. мо маълумот гирифтем ки Шодравон Дамирбек дар ҳамин ҷо таҳсил кардагӣ. бале дуруст аст. ҳамин ҷо ҳамин ҳастанд омӯзгорҳое ки ҳамон даври Дамирбек Олимов ки мехонданд дар ҳамон замон кор мекарданд. сарвари муассисат бевосита амло дарс додагӣ. сарвари муассисат як бор дасташон равем майлаш. аввал иҷозат гиред. хуб дӯстон буд як солу замон ки имрӯз сухан кардан гарчанде ки ман баранда бошавам барои манам мушкил. як солу замон ҳамин ҷо роҳ мегаштанд. занг ки мешуд давида мебаромаданд. боз давон ба синф медаромаданд. дар ҳамин мактаб хулоса таҳсил карданд. иҷозат доданд. бахшиш ному насабашон Нуруллоев Муҳиддинло. насабашон Нуруллоев. устод ассалому алайкум. мумкин
استاد جان السلام علیکم. شما است سلامتونه؟ تشکر استاد برای قبول رحمت. محمود خان نام من. معلومات گرفتیم که زمانی مکتبخانه دمیربگ علیموف شما کار میکردید. اول ممکن است که شینم استاد؟ برای قبولتان رحمت. استاد ما معلومات گرفتیم که یک سال و زمان دمیربگ علیموف در همین مکتب تحصیل میکردند. تحصیل داشتند. و اون زمان شما کار میکردید. درس دادید. ما امروز بخشیده به روزی کودکان یک برنامه تیار کرده ایستادیم و تا آمدن اینجا ما با کودکای شادروان دمیربگ علیموف صحبت داشتیم و وضعیت رو خودتون میدونید که حجت هم صحبت شدن با والدین اون نفر نیست. گفتیم بهترش از یک استادشون میپرسیم از اوانی کودکیشون. استاد چی خاطره ها در یاد هست؟ من از آخرتر سخن سر کنم 19 نوامبر همین سال من 75 سالگی من همین مکتب جشن گرفتیم. وقتی که زال به مهمانای بسیاری آمدگی بودن دمیربگ در آمد همین اهل نشست همه از جا خسته ایستاده کفکوی کردن گویا که روزی تولد من نبود و روزی یک شب ایجادی دمیربگ باشد. صحنه برآمده ایستاده رقمی 75 نوشته شده بود صحنه برآمده وقتی که سخن دادن گفت که دیگه این خطا این رقم چپش به معلم باید 57 در آمده باشد. سخن نیک بسیاری گفت و گفتی من حرکت میکنم که یک مکتب خصوصی تشکیل کرده ایستاده به نام استاد محیدالله نوراللهی میمانم. همین خیلی آرزوهای خوب داشت. من در حق دمیربگ چی میگویم؟ هر پگاهی که نماز بامداد میخوانم درباره جای نماز البته نام دمیربگ را حتما من میگیرم که جایش از جنت باشد. کابینت هم رسم دارد. مکتب یک لوحه کلام درباره همین فعالیتی ما دمیربگ مانده که یک دسته سازمان صنفی بهترین صنفی هشتم میآید به نام دمیربگ علیموف مانده که هفته یک مرتبه وقتی که لینه که اون مکتب میشود بچه‌ها دسته به نام دمیربگ علیموف گفته ایستاده قرصه میزده ایستاده سخن میکنند. برای من سخن کردن نهایت قیم چون که مانند یک فرزندم نبیره نیکم بود. خاکساریش انسانیگریش کمتر نداشت. وقتی که میشنوم که از دوشنبه از امریکا آمده ایستاده قبر دمیربگ یک زیارت میکنم گفتیم من قبط گوشت میگیرم که همین خیلی انسان ما در مکتب تربیه کرده بودیم. جایش از جنت باشد. ما فقط دعا میکنیم که فرزنداش قبول شود نام برداری پدرش شود. استاد به شما رحمت. شاد شریک گفتگوی شما هستیم. ویزار جایشون جنت باشد. استاد اگر شما اجازه دید رویم به صنف دمیربگ و به جای نشستشون یک لحظه میخوام نشینم. اجازه؟ اجازه. جوی نشستی دمیربگ علیموف در همینجا از صنف 5 تا صنف 9 نشستند
ва баъди синфи 9 бошад, синфи 10-11 нафар дар Хуҷанд хондаанд. یک گوشه داریم افتخاری مکتب ما اینجا حاضر از یک طرف سر کنم اگر رئیس حزب خلق دموکراتی ولایت سوخت اسماعیل زاده ظفر مرتضی شستیان اکادمیک ها یا اگر اکادمیک ها هستند دیگر هستند از آن جمله افتخاری ما من رسمی در میکم در همینجا نگاه داشته شده است که شماره بسیاری آدمان هستند افتخار تمام مکتب ما همه مهمانانی که در مکتب می آیند در قطار این اکادمیک های در قطار دیگر آدمان معروف ناحیه دمیرمیک را هم در همینجا می بینند. این افتخار مکتبی ما بود، افتخار ناحیه است، افتخار جمهوری است، افتخار ولایت است. ما افتخار میکنیم خدا جایش از جنت کنه. یک دور زمان دمیربگ علیموف خیلی که استاد گفتن افتخاری مکتب بودند، ولی تا آخران لحظه به دمیربگ علیموف میسر گردد که افتخاری ملت شوند و امروز کسی نیست که دمیربگ علیموف رو با نام نیک به یاد نآورد. میگیم که آخرتشان آباد باشد و همین مکان بود، همین دبستان بود، همین راه ها بود که یک زمان نورسیشون رو، کودکیشون رو در همین جا گذرانیدن و بگذار که روحشون آرام باشد. استاد به شما رحمت. آینده را قیاس کن، از حال خود ببین که از رفتگان که را بخیر یاد میکنن. لایم دائما بخیر یاد کنید. بگذار. سلامت باش. استاد رحمت. تشکر. بیننده عزیز، معلم عزیز از فن موسیقی به شادروان اکوی عزیز من دمیربگ درس گفتند. معلم السلام علیکم به شما یک بار. سلام تماشاگران عزیز. دمیربگ یکی از خواننده های همه بهترین بود و این موسیقی بسیار هم بلند داشت. سرودهای خلقی هم میخواند، استرادی هم میخواند و در مکتب همیشه فعال بود. وقتی که ما در مکتب جیغ میزدیم و اومده همین وایهای الفبایی دوی الفبایی با همین سازی موسیقی خودش نواخته سرود خوانده میگذراند. روحش شاد بود. ما که از خوجند باستانی آمدیم، نمی شود که یک بار آرامگاهی دمیربگ علیموف را زیارت نکنیم. باید هم یک بار زیارت کرد و سر قبرشان نشینیم و دعا کنیم. زندگی باقیست، یاران می روند، در شماری به شماران می روند. نام داره تا بی پایان دیرتر، از جهان بس نام داران می روند. نام داره تا بی پایان دیرتر، از جهان بس نام داران می روند. همین مکان هیچ از خاطرم نمیبرد. تخمینا 5 سال قبل با بهانه ثبت برنامه یک روزی یک شخص ما با دمیربگ علیموف هم صحبت شده بودیم. حوزی امکانیت نیسته، اگه امکانیت میشود ما این بوی هم تو گرفته برای همین تماشاگران میدادم یک حلاوت میبردم. دورم غریبم از بری تو یاد کردمت، یک ماهی پر گذشت که مادر ندیدم. دورم
غریبم از بری تو یاد کردمت یک ماهی پور گذشت که مادر ندیدیم. الهی مادرامو عمرشان دراز باشد، تنشان صحت باشد. برای مادرای گذشته جایشان جنت، مادرای زنده خداوند عمری با برکت یعنی همیشه در پهلوی فرزندان باشند. دوستان عزیز، شکر خداوند که ما با خوجند بوستانی ساق و سلامت رسیده آمدیم. راستی برای من عیان نیست که تا کدام اندازه ما توانستیم که مقصدمان رو، یعنی مقصد اساسیمون رو توسط پیشنهاد این برنامه با شما نمایش دهیم. باور کنید مقصد اساسی ما این فقط و فقط یک لحظه خرسند و خوشحال کردن جگربندان شادروان دمیربگ علیموف بود و این هم عیان نیست که آیا ما توانستیم خرسند کرده یا نه. این فقط برای شما عیان است. در 8 سال تجربه کاریم یگان مرتبه از شما، یعنی از شما بیننده عزیز من التماس نکردم که پایان نوار یگان سخنهای ناجا و قبیح ننویسید. فقط امروز، فقط در همین برنامه من از شما التماس کردنی هستم که یگان سخنی بیزیب، یگان سخنی قبیح ننویسید و از هر کدام شما التماس میکنم که اگر نوشتنی باشید فقط یک سخن نویسید که نباشد بگذار آخرت شادروان دمیربگ علیموف اکوی عزیمو آباد باشد، روحشان آرام باشد و بگذار که عمری باقی مانده دمیربگ علیموف رو پروردگار به فرزندانشان داده باشد. من برای آنهایی که برای ثبت و تهیه این برنامه سهم گذاشتن منتداری خود را بیان میکنم، زیرا بسیار نفران کمک کردند. کمک برای تشکیل و برگزاری این برنامه، برای ثبت و تهیه این برنامه خیلی کمک کردند. من جوانی سپاس میگم و تشکر میگم به شرکت تاکسی 24 که با ما همکاری کردند. برای رفت و آمد ما خیلی یک شرایط قلای و موافق فراهم آوردند. بار دیگر در انجام تمامی کودکان رو با عیدشان تبریک می‌نمایم و از درگاه خداوند التجا میکنیم که بگذار عمری همه کودکان دراز باشد و به بخت پدر و مادرشان یگان مرتبه بیمار نشوند. فقط خنده کنان، تبسم کنان در اطراف پدر و مادرشان دوتاز داشته باشند. به همه شما تنصیحاتی خوان هستیم. یک بار دیگر میگم که مقصد ما تبلیغ نه، مقصد اساسی ما یک لحظه خرسند کردنی فرزندان دمیربگ علیموف بود. اگر کمبودی باشد، اگر خطاگی باشد، من از هر کدام شما عذرخواهی میکنم. کалонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии асл либосу пойафзолҳо аз Туркия. интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. асл олами либосҳои мардона.